من مدت چندی از روسیه و قزاقستان و ازبکستان دیدن کردم. نرخ مواد سوخت در تاجیکستان از همه بلندترین بود و یکی از سبب‌های بلندشوی همین نرخ‌ها تمام محصولاتی که به جمهوری از بیرون واردات می‌شود این بستن مرز تاجیکستان و ازبکستان است با هر سبب بود. بعضی وقت همه خیلی میشد که اونجا یه توی خبر میکنن یا اینکه یگون خیلی کسل میشن بیمار میشن برای این تو ویزا تو میکنی چند روز میگذره یا دیر میکنی اونجا برفتن با یا سری وقت نمیروی الان جهتش که اگر ویزا از بین میگیرن نخستر میشد. این جنگ اعلان شده است، جنگ اقتصادی اعلان شده است که از طرف مقامات узбекистон قصد مثلا بگیم که شخصی خودشون راهبران از مردم مظلوم بیچاره میگیرن. На нас очень сильно влияет, в первую очередь у нас строительство остановилось. Вот. Эта экономическая блокада имеет всего лишь это, ну, назовем коммерческий интерес Узбекистана, не более. این گاز نیست، همه کارخونه‌مون در این چند کارخونه کار میکنه، همه یا حساب گاز کردیم. به هر یک گражданин جمهوری تاجیکستان این ضرر رسوند. از جهت آن که نرخ موادی که با راه آهن وارد میشد نرخ خیست. همسایه‌ها با فکر من که باید که خیلی نسبت همدیگر خیلی رفتار نکنن. باید که شخصانی که به این وابسته هستند در سطح بالا این مسئله را البته دیده برایم. قیمتی اری هوایی خیس کو ماخام که کردم بنزین شم اوشم قیمت شدم. این همین قشم ما همین خمیفهم. در پویزد رفتن نمیتونم، مجبور میشم با سمالوت روم طرف روسیه. من وینی پنسیونر هستم. گاه هم خیلی میشد که لازم است با پویزد رفتن لیکن نمیتونم. در بخارای شریف خش تبارها داریم، رفته خبر گرفتن نمیتونیم. مثل گفت یک زیارت هم رویم گویم نمیتونیم رفتن. موقعی که تعلیق برویم قیمتی نرخ محصولات نرخ نوع محصولات از همه ساحه‌ها بالا رفت. این نرسیدن قوه برق برای ما این هم مشکلی است. برای همین ضرری که ویرسونگی است این به باز برگشت است.